میخوایم ماساژ بدیم بینیتون رو. کاری که اول انگشتاتون رو داخل هم حلقه میکنیم به این خب صورت. خب خب جلوی آینه این کار رو انجام میدیم. انگشت رو میذاریم کناره های بینی، اینجا استخوان بینیتون رو لمس میکنیم. خب یه فشار خیلی ملایم، همین اندازه که من فشار میدم، حدوداً 30 ثانیه نگه میداریم، بعد برمیداریم. روزی 4-5 بار اینو انجام بدیم. آفرین. حالا بریم بالا جلوی آینه. اینو هی بعد انقدر بالا پایین کنید که بینیتون بین دو تا انگشتا صاف باشه. بذارین اینجوری. حالا اینو جلوی آینه میگم، هی بالا پایین واسه. اینجا هم آینه رو مجدد بیارین، انگشتتون رو میذارین اینجا، یه فشار به این میزان نگه میدارین، 30 ثانیه برمیدارین. به خاطر این قوزی که اینجا داشتین، حالا یه خود ورم دارین، ورمش بخواب و بینی یک دست میشه. یه قوس خیلی قشنگی که الان داره.